كمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. آیا عملهای آدمهای قهری به درگاه خداوند قبول می گردند؟ به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. ای شخصی که با برادرت قهری هستی، به تو حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می خوانم. شاید سبب آشتی کردن تو شود. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند عملهای بندگان هر روز دوشنبه و پنجشنبه عرض کرده می شود و خداوند گناهان هر شخصی را که به الله چیزی را شرک نآورده است می بخشد مگر آن که بین او و برادرش دشمنی باشد، یعنی با او قهری باشد. پس گفته می شود این دو را با حال خودشان گذارید تا با هم صلح کنند. روایت مسلم. یعنی این دو برادری که بین آنها دشمنی عداوت است به حال خودشان بگذارید و عملهایشان قبول نکنید تا آن دمی که اینها صلح نکنند. برادر و خواهر ایمانی هم قهری شدن در اسلام از 3 روز زیاده اجازت نیست. مدتی که شما قهری هستید عملهای شما پذیرفته نمی شوند و شما از ثواب این عملهای امروزه می مانید. برای همین تیزتر با یکدیگر آشتی بکنید و بهترین از این 2 نفر قهری شخصی است که یکمی شده آمده آشتی می کند و اکثریت انسان ها با سبب های گوناگون قهری می شوند. با یک سخن، با یگان مال، با یگان چیز این دنیا، نخواد که این چیز این دنیا، مال این دنیا قیمتش از قدر برادرت هم گرانتر باشد. البته گرانتر نیست و چیز این دنیا، مال این دنیا را از برادر خود هیچ وقت بالاتر نشمار و بازگرد به سوی برادرت و آشتی بکن. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند. القلب يمي لك مشى بالعطف والطيب انتشى في حضنها عمري نشى ومن حبها قلبي يميل. أمي حياتي وجنتي انت عيون